بخشی از کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها. خوشحالی یک مشکل است. اومده و یه داستانی گفته، اینکه حدود 2500 سال پیش در دامنه‌های رشته کوه هیمالیا در نپال کنونی یه پادشاه توی قصر بزرگ خودی زندگی می‌کرده. این پادشاه صاحب فرزند پسری میشه و برای پسرش نقشه‌های بزرگی در سرش داشته. اون دلش می‌خواسته که بچه‌اش بی‌عیب و نقص باشه و هرگز برای لحظه‌ای هم رنج رو تجربه نکنه. قرار بود که به هر نیاز و هر خواستش در لحظه پاسخ داده بشه. پادشاه اومد و دیوارهای بلندی دور قصرش ساخت که امکان دیدن دنیای بیرون رو از شاهزاده می‌گرفت. اون شاهزاده رو ناز پرورده کرد و غرق در هدایا و امکانات مختلف کرد. طبق نقشه پسر از ستم‌های معمول زندگی انسان بی اطلاع بود. تمام کودکی این پسر به همین شکل گذشت، اما با وجود همه تجملات و ثروت‌های بی‌پایان، پسر به یک مرد جوان و ناراضی تبدیل شدش. خیلی زود همه اون تجربه‌هاش براش پوچ و بی‌ارزش شدن. مشکل این بود که پدرش هرچه به اون میداد بازم به نظرش ناکافی بود و هیچ وقت به نیازاش پاسخی نمیداد. پس نیمه‌های یک شب شاهزاده اومد و پنهانی از قصر بیرون رفت تا ببینه که پشت این دیواره چه خبره. از یه خدمتکاراش خواست که اونو ببره و توی دهکده بگردونه و اون چه که دید اونو وحشت زده کرد. شاهزاده برای اولین بار توی زندگیش رنج انسانها رو مشاهده کرد. مردم بیمار، پیر، بی خانمان، دردمند و حتی مردم در حال مرگ رو دید. به قصر برگشت و دچار بحران وجودی شد. از اونجایی که نمیدونست چطور چیزایی که دیده بود تحلیل کنه، از همه چیز و همه جا شاکی شد و همش داشت گلایه میکرد. شاهزاده در نهایت پدرش رو دقیقاً به خاطر همون کارهایی که براش انجام داده بود سرزنش کرد. اون با خودش فکر کرد که این ثروت بوده که انقدر اذیتش کرده و زندگیشو بی‌معنی کرده. پس تصمیم گرفت که فرار کنه. اما اون صرفاً قصد فرار نداشت. میخواست تمام امتیازات سلطنتی، خانواده و تمام متعلقاتش رو رها کنه تا بره و توی خیابون زندگی کنه و مثل یه حیوان رو خاک بخوابه. میخواست برای مابقی زندگیش به خودش گرسنگی بده و خودش رو شکنجه کنه. شب بعد شاهزاده دوباره پنهانی از قصر بیرون رفت، ولی این بار دیگه قصد برگشت نداشت. اون سالها مثل یک ولگرد، مثل یک عضو طرد شده و فراموش شده جامعه زندگی کرد. رنج بیماری، گرسنگی، درد، تنهایی و زوال رو چشید. سال در پی سال اومد و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد. شاهزاده کم کم متوجه شد که این زندگی همراه با رنج و مشقت اونطور که تصور میکرده نبوده. در واقع شاهزاده هم به همون چیزی رسید که همه ما همیشه به نوعی اون رو میدونستیم. این که رنج کشیدن هیچ لطفی نداره و لزوما چیز خیلی بامعنایی هم نیست. رنج کشیدن هم همچون ثروتمند بودن هیچ ارزشی نداره اگه هدف خاصی پشتش نباشه. کمی بعد شاهزاده به این نتیجه رسید که ایده بزرگش مثل ایده بزرگ پدرش واقعا مزخرف بوده و اون احتمالاً باید بره و مشغول کار دیگه‌ای بشه. اون الان خیلی سردرگم شده بود. پس رفت و خودش رو تر و تمیز کرد و نشست زیر یک درخت بزرگ کنار رودخونه و تصمیم گرفت که زیر اون درخت اونقدر بشینه که به یک ایده بزرگ دیگه‌ای برسه. اون به چند حقیقت ژرف پی برد. یکی از این حقایق این بود که زندگی خودش یک نوع رنجه. ثروتمندان به خاطر ثروتشون رنج میکشن، فقیرا هم به خاطر فقرشون رنج میکشن. کسایی که خانواده ندارن به خاطر نداشتن خانواده رنج میکشن و کسایی که خانواده دارن به خاطر خانوادهشون رنج میکشن. کسایی که به دنبال لذت‌های دنیایی میرن به خاطر لذت‌های دنیایی رنج میکشن و کسایی که از این لذت‌ها پرهیز میکنن به خاطر پرهیز کردنشون رنج میکشن. البته منظورمون این نیست که همه رنج‌ها یکسانن. نه، قطعاً یک سری از رنج‌ها دردناکترن. با این حال هممون باید رنج بکشیم. سالها بعد شاهزاده فلسفه‌ای برای خودش ساخت و با دنیا در میون گذاشت و این اولین و مهمترین اصل اون شد. رنج و فقدان اجتناب ناپذیرند. ما باید از مقاومت در برابر آنها دست بکشیم و خودمان را رها کنیم. شاهزاده بعدها با نام بودا شناخته شد.